قبل از آغاز رونمایی 4 جلد آخرین سلسله کتاب اختران ادب که با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و از حساب فوند ذخیروی سرور دولت به تب رسید، برای علاقمندان کتاب در صحن کتابخانه ملی تاجیکستان نمایش فروش کتاب‌های تازه نشر نشریات ادبی برگزار گردید. اشتراکچیان چهاربینی خاصه برای انجام نشر همه 50 جلد سلسله اثر اختران ادب اظهار خوشحالی نمودند. کتاب اختران ادب به نمایش گذاشته شده است و خوشبختانه ما هم در این برنامه اشتراک داریم. خواننده حاضره ما می تواند که از اشعار گذشته ما، کلاسیکان ما تا حاضره معاصر ما از اشعار اونها شناس شوند. بسیار خوشحال از آن هستم که امروز از جانب نشریات ادب یک نمایش فروش کتاب‌های تازه نشر این نشریات و همچنین رونمایی 50 جلده اختران ادب تشکیل کرده شده است و واقعا این نشریات در رشد علم و معرفت و نشر کتاب‌ها و همچنین رساندن مطالب به خوانندگان نقش ارزشمند دارد. سپس در تالار کتابخانه ملی تاجیکستان 4 کتاب آخرین سلسله اثر اختران ادب جلدهای 46م، 48م، 49م و 50م آن رونمایی کرده شد. در مراسم فرهنگی مشاور بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه محیدین پیشنبه زاده، معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان دولت سفر، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان فرهاد رحیمی، رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم، دیرکتور نشریات ادب رحمان علی شیرعلی، عالمان و محققان و دیگر دوستداران علم و فرهنگ اشتراک نمودند. ذکر شد که به اتمام رسیدن نشر سلسله مذکور واقعه نهایت فرح بخش فرهنگی و تاریخی می باشد. برای جامعه تاجیکستانی چاپ این اثرها خیلی مهم، مفید و سری وقتی است. زیرا ملتی که امروز رو به کتاب می‌آورد و ملتی که کتابخوان هست حتما می‌تواند در این که پر از بحران‌های سیاسی، فرهنگی، مالیوی، اخلاقی است غالب باید و این اثر، این کتاب برای در روحیه خودشناسی و خودآگاهی ملی تربیت کردن مخصوصا نسل جوان کشور و آگاهی از آثار علمی و ادبی بزرگان و گذشتگان ما بسیار مفید ارزیابی می شود و در این 50 جلد من فکر میکنم منتخب اشعار بزرگان ادب و اشعار و علم و فرهنگ ما جمع آوری شده است و باوری کامل دارم که من بعد این اقدام ها ادامه خواهند یافت و آن سیاست فرهنگ پرورانه پیشروی معظم ملت که بر رشد فرهنگ ملی، ارزش‌گذاری و احیای دوباره ارزش‌های ملی و ارزش‌های تاریخی فرهنگ ما نگرانده شده است، محصول خود را به بار آورده است و این دستاورد را به تمام فرهنگیان و اهل علم و ادب کشور تبریک میگویم. یک پدیده بسیار فرح بخش فرهنگی است که به واسطه با تشبث، ابتکار و دستگیری معنوی و مالیوی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روی کار آمد. از سال 2007 شروع شد و امسال این لایحه به پایان به اتمام رسید و در مجموع 50 جلد، هر جلد با تعداد 5000 نسخگی که در مجموع 250,000 نسخه را تشکیل می دهد به زیور طبع آراسته شد و از سال 2007 این جانب تا امروز اکثر این کتاب ها به دست خوانندگان خود رسیدند. در رفهای کتابی کتابخانه های شهری و ناحیوی، ولایتی، مؤسسه های تعلیمی و کتابخانه های شخصی دوستداران کتاب جای گرفتند. باید گفت که در این سلسله کتاب آثار و اشعار ادیبان تاجیک از آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی تا نویسندگان و شاعران معاصر ما گرد آورده شدند. در مجموع همه 50 جلد اختران ادب آثار 163 ادیب کلاسیک و معاصر را در بر میگیرد.